من فکر میکنم آدم هایی که به اصولی معتقد نیستن اصولا از عالم انسانیت دور میفتن. ببین قانون مثل نخشک میمونه، میشه شکستش در هر جای دنیا. حتی گاه قوانین الهی را میشکنن، حالا اسمش گناهه، ولی یه قوانینی هست که آدم ها برای خودشون مینویسن. اون قانون رو دیگه نباید بشکنی. قانونی که خودت برای خودت مینویسی رو نباید بشکنی. این یعنی پابند اصول بودن. تمام زندگی من سعی کردم به اصولی که برای خودم طراحی کردم وفادار بمونم. حالا اینجا شاید چیز عجیبی که اتفاق میفته همین صحبت من با شماست. یعنی